Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. اشتراکی ما در مرحله نهایی جام آسیا میانی بازیگران تا 23 سال خواهد بود. ملی پوشانی ما لاوس بازی ما رو حکمی کرده بود. حتی تغییرات خیلی کم از بازیگران اساسی خود را به میدان برآورد. دروازه‌بان یعنی بتوان گفت که فوتبالبازان بهترین خود را امروز به میدان درآورده است. بعد پیروزی در رقابت مقابل لاوس امکانات خیلی زیادی گلزنی داشت و تغییرات چنین با نفران دیگر شانس داده می‌شود. حساب کرده می‌شود رقابت شروع بگیرد. تماشاگران عزیز از مرکز تر هجوم رو ادامه دادن در کار است. حمدانی ضربه تابلوکی و باید که پاس بگیره. پیان این ضربه است مستقیم. ای 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 متاسفانه ما از وضعیت استانداردی به دروازه خود گل سر می‌دهیم و این گل می‌دانید. ببینید که مقصدناک ضربه زد و مهردین حسنف متاسفانه به این ضربه آماده نبود. ضربه هم با مسیر ایدئالی اجرا کرده که بکس موجود گذاره. پاس با پیش رستم سایرف یک بر یک گل در کار است. اما این خیلی ضربه میزند حمله بری تاجیک وقتی که امکانیت پیدا میگردد. عکس الهجومی عالی جناب و نمونوی در اجرای بازیگران ما و حساب برابر میگردد. یک بر یک شانس یک فرصت و یک گل. جوابی بهترین با گل زده استرالیا. لیگ یکم انگلیا گل زد رستم سایرف و این پاس را رسوان خیلوف داد. پاس واقعا با موقع درست بود. دو بازیگرانی استرالیایی کوشش کردند که تعقیب نمایند. رستم سایرف رو پاس محمدانی کبالov دو بر چهار. محمدانی در داخل جریمه گاه است. برابر قرار بود برای محمدانی خیلی هم دیر کرد. بر صورت پرتاب اجرا شد. خیلی برگشتن در کار است. زودتر کنار راستخوانی مانده است. کنار چپ هم اینچنین. از داخل جریمه گاه وضعیت خطرناک برمیگردد مهردین. بسیار خوب. معلوم است که استرالیا هم حس میکند که گل نوبتی در کار نیست. داشته خود رو باز میکند دوور و همین طریق ما با استرالیا مساوی بازی میکنیم و راحت با جام آسیا 2024 را به دست میاریم. در برابر دسته چین که صاحب 4 خال شد، دسته منتخب تاجیکستان هم صاحب 4 امتیاز میگردد و بار دوم در تاریخ خودمون با جام آسیا به دست میاریم. اکنون که در ورزشگاه اعلام گردید و مردم فهمیدند که این نتیجه برای ما قناعت بخش است، خرسندی میکنند و شادی مینمایند.